آیا سورپرایز شدن برای مردها جذابه؟ یا بهتر بگم که آیا مردها سورپرایز شدن رو دوست دارن؟ سلام، من شرار جعفری هستم. اصولا مردها با پدیده غافلگیر شدن یا همون سورپرایز شدن مخالفن و خیلی دوست ندارن. چرا؟ برای اینکه مردها دلشون میخواد همیشه به شرایط و به محیطشون احاطه داشته باشن. پس معنای سورپرایز شدن برای مردها و خانم‌ها کاملا متفاوته. ما خانم‌ها سورپرایز شدن رو دوست داریم چون اصلا گرفتن عشق از فضای نامتعارف با هیجان‌های خیلی زیاد رو دوست داریم و برامون معنی توجه و خواستنی بودن داره. یعنی چی؟ یعنی من خانم معنای سورپرایز شدن برام اینه که طرفم به من خیلی توجه میکنه و من رو خیلی دوست داره. ولی مردها لزوما اینطوری نیستن. مردها ترجیح میدن بدونن کجا، چرا و به چه مدت دارن میرن. پس اگر شما خانم‌ها خیلی برنامه‌ریزی میکنید که طرفتون رو سورپرایز کنید و اون خیلی متعجب نمیشه یا شاید خیلی هیجان زده نمیشه، به خاطر اینکه مردها غافلگیری رو دوست ندارن، به دلیل اینکه یاد شکار میافتن، همیشه میترسن از اینکه نکنه شکار بشن. پس معنای سورپرایز شدن برای خانم‌ها و آقایون متفاوته. من یه پیشنهادی دارم برای آقایون، حتما خانم‌ها رو سورپرایز بکنید چون براشون معنی خواستنی بودن میکنن. خانم‌ها هم بهتر آقایون رو سورپرایز نکنید، مگر اینکه آقایون هم تحت تاثیر سوشال مدیا و تبلیغات تغییر کرده باشن و سورپرایز شدن رو دوست داشته باشن. برای مهارت‌های رابطه‌ای و برای یاد گرفتن درس‌های بیشتری توی زندگی پیج ما رو فالو کنید.